سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من نسیم پارسا هستم و تصمیم دارم این ویدیو رو برای دوستانی که نیاز به راهنمایی دارن برای اینکه آزمون جیوانشون رو ثبت نام کنن میگیرم. خیلی راحته، فقط موردی که هست حتما باید قرارتون رو از قبل به صورت آنلاین رزرو کنید و بعد مدارکتون رو ثبت میکنید و آزمونتون رو میدید. خب باید وارد گوگل بشید، درایو تست رو سرچ میکنید. اینجا اولین سایتی که باز میشه درایو تست اونتاریو هست. Book an appointment to exchange your license. خب شما حتما اصل گواهینامه و اصالت گواهینامه‌تون رو اینجا مسلما ترجمه دادید و باید به اینجا ارائه بدید. خب شهری که هستید رو انتخاب میکنید. من آشوا هستم، آشوا رو انتخاب میکنم. Book an appointment to exchange your license. این گزینه رو انتخاب میکنیم و اینجا این رو کلیک میکنیم. ساتردی و ساندی تعطیل هست، 13 باز هست. من ساعت 2:30 رو انتخاب میکنم. اینجا اطلاعاتتون رو وارد میکنید، اسمتون، فامیلتون، شماره کاناداییتون و ایمیلتون. خب من یه بار قبلا آزمون رو دادم و این تایم رو رزرو کردم. خب این صفحه براتون باز میشه و اینجا باید بگیم که I confirm I have the required documents. داکیومنت های لازم رو دارم. خب این مورد هم که گفته که آیا لایسنستون از کانادا، که خب اینطوری نیست. آیا از یونایتد استیت، که خب نه. و اینجا ایران رو تایپ میکنیم. تاریخ اکسپایر شدن گواهینامه‌تون رو میزنید. من یادم نیست اینطوری الکی میزنم، حتما حواستون باشه این رو دقیق بزنید و سابمیت رو انجام میدید. اوکی، سابمیت انجام شد برای 13 ژانویه ساعت 2:30. خب اینجا هم آدرسش هستش، میدتاون مال، و این تایم برای شما ایمیل میشه. اگر به هر دلیل تصمیم داشتید که تایمتون رو تغییر بدین و آماده نبودین برای آزمون، میتونید ری اسکیجول رو بزنید. مثلا من خودم تایم رو تغییر دادم، یک روز مثلا دیرتر، مثلا برای تیوزدی ساعت 3. ری اسکیجول رو انجام میدیم و دوباره براتون ایمیل ارسال میشه. اگر هم باز به هر دلیل خواستین که لغو کنید، کنسل کنید آزمون رو، میتونین که کنسل بوکینگ رو اینجا کلیک کنید. و خب من چون قبلا این آزمون رو دادم، کنسل بوکینگ رو کلیک میکنم. چند تا نکته که لازمه بهتون بگم این هستش که قبل از اینکه سفرتون رو به کانادا انجام بدید، یه هفته قبل اصل گواهینامه‌تون که خب حتما باید همراهتون باشه، اصالت گواهینامه و نمره منفیتون رو از شهرک آزمایش حتما بگیرید، برگه هاش رو، و باید بیارید اینجا ترجمه کنید. خب من اومدم اینجا و بچه ها به من گفتن که اصالت گواهینامه و همون کارت گواهینامه کافی هستش، فقط همین 2 مورد رو ترجمه کن. مبلغش هم بابت هر برگ، هر انگار ترجمه $25 کانادا بود که در مجموع شد $50 کانادا. و خب این رو حواستون باشه چون نیوکامر هستید، ممکنه به شما قیمت بالاتری بگن، مثل خود من که به یه خانمی تماس گرفتم، دار ترجمه بودن و به من مبلغ $35 رو گفتن و من متوجه شدم که اینطور نیست. بیس قیمت ترجمه ها به صورت کلی $25 و خب به یک دار ترجمه دیگه دادم. مدارکم رو بعد از اینکه حاضر شد تحویل گرفتم و شما میتونید اسکن مدارکتون رو برای دار ترجمه ارسال کنید. معمولا توی ریچموند هیل خیلی زیاد هستن و بعد حضوری تحویل بگیرید یا اینکه براتون ارسال میکنن. و اینکه بعد از اینکه اپاینتمنتتون رو ست کردین، حضوراً وارد درایو تست میشید. اونجا مدارکتون رو ازتون تحویل میگیرن و حالا توی یه ویدیو من کامل اون پروسه رو براتون ویدیو گرفتم. مدارک رو تحویل میگیرن، اسم و فامیلتون رو، آدرستون رو، همه چی رو مینویسید
و بعد هم میتونید آزمون رو شرکت کنید. آزمون هم خیلی ساده هست، اما من یه ویدیو مختص منابع حالا مورد نیاز برای مطالعه برای آزمون جیوان براتون ویدیو میگیرم که بتونه کمکتون کنه. اونقدر آسون نیستش که اصلا لازم نباشه براش بخونید، حتما باید قبلش آمادگی داشته باشید. و همین، اگه هر سوالی که داشتید من هستم، میتونید به من پیام بدید. آیدی اینستاگرام من هم نسیمی پارسا هست، براتون توی کپشن می نویسم. همین، امیدوارم که موفق باشید.